همیشه برام سوال بود که ادمینای تلگرام یا ادمینای یوتیوبر در شرایط خود چیکار؟ و خب امروز قرار جواب چه بده؟ امروز ولی با افشا سازی ادمین سایت ادمینم نداره کی ادمینش خودم، پس افشا سازی خودم و ادمینای سایت ادمینی هم نداریم داره. پس افشا سازی علی جنگجو، عرفان ارما و ارشیا. عالی. یعنی چی؟ بنده پلن داشتم قرار بود در بهارستان بیام بگم سامونه میایم، همه ولکام داشتیم، یعنی چه الان من اونو چجوری به صورت تکس انتقال بدم به ارتش بهارستانیان که هر که بخواد بیاد تو بگه سامونه میایم کامان. آنجلینا جولی داشتیم، جنیفر لوپز داشتیم، جنیفر کامان دیگه. آقا توی بهارستان ما اینطوره چیز نمی کنیم. اول که وارد شم میگیم سامونگی میایم کامان. عشق و حاله حاجی. در روز کلا نیم ساعت جنگ داریم با راف آباد که اونم حاجی استارت کار خودشون میزنن. ما همیشه صلح طلب بودیم. نفر دوم میاد آنجلینا جولی میاد میگه اویا کامان براد پیت کامان. نفر بعدی که من خیلی دوست دارم خاله الکسیس مگه میشه نباشه توی بهارستان. میگیم او مای گاد کامان your dick is big come on lick my ass. افان دهن سرویس کل تصوراتم از بهارستان به هم ریخت. به خدا میرفتم فیلم سوپر میدیدم روانم نمیدونم همه چیم بهتر بود. این چی بایسی بود دهن سرویس. تو سیو مسیرینم بیو پیدا شدنم پشمام ریخت. این چی بود وای. بایستم بدون کیفیت بود نمیدونم چرا. اعتقاد آقا چت عشق بوده واقعا 10 تومن رو میزنی فقط برای که بهار خانوم عذاب بکشه. آجی حال کن ولی من کسخونم اصلا نمیدونم اصلا واقعا کسخونم به خودم. شنیدم همینجوری رندوم بیاد یه روز مادم تو گفت سعید یکی آرتا فرستادم بیاد سعید باز یه شوخی زد اینجوری بعد آقا یه جوری ذوق کردم اون روز که رفتم نکن تابستون رفتم به دوستم تو مدرسه دوستمو خفت کردم گفتم داداش سعید برام ریپلای بهم دی بود what the fuck داداش دیگه گاییدی من. اگر بهار خانم نه با هم مستعد ازدواج میکردید تو علی جان نگاه کن این حرف تو what the fuck داداش هر کس جایگاه خود what the fuck یعنی چی بابا مگه من گیم؟ آقا واسه اصلا من اگه گی باشم سعید تا تئوس هست چرا بیاد سمت من سوامنی میایم کامان دهنت سرویس هنسفیلی نش بابا دهن سرویس هم میام میبرن منو نکن. گیره خب ارفان برار زده به سر چی شده یا خدا چرا گیف جهرام فرستادی بود؟ ارفان نکن سعید برو باشه که حواسمون به اینجا باشه. خب حد خودمون داریم سب بدتر میکنیم داده شد فکر چطور ریچی میزنی نه سرویس ریچی بود. آره بابا همشون بچه‌ن هستم. ارشیا که 14 سالشه، نگار خانوم که 15 سالشه، پرنیام که 12 سالشه.